نور و صدای محیط رو کم کنید و آماده به خواب رفتن بشید. در پلیلیست خواب خوش با هم دیگه سعی میکنیم که یک خواب آروم و راحت رو داشته باشیم. زمان اون رسیده که ذهنمون رو از هر فکری رها کنیم. اجازه بدید بدنتون سنگین بشه و نفساتون عمیق‌تر و آرامتر. امشب ما به یک مکان بسیار خاص سفر میکنیم. جایی که همیشه در اون امن و در آرامش هستیم. اینجا تپه‌ایه که همیشه پوشیده از مه نازک و درخشانه. ما در آغاز یک جاده قدیمی و باریک ایستادیم. جاده خاکی که بوی مرطوب شب و علف‌های تازه اون رو پر کرده. این جاده ما رو به بالا به قله تپه میبره. صدای قدم هامون روی شنها و برگ های خشک بسیار نرم و آرامه. تقریبا بی صدا. آرامشی دلچسب در هواست. ما عجله‌ای نداریم. اجازه میدیم هر قدم ما رو کمی بیشتر به این آرامش شبانه نزدیک کنه. مه مانند یک پارچه سفید و نازک به آرامی دور پاهامون میچرخه. سرد نیست، فقط خنک و تازه است. هر نفسمون بوی خاک پاک و شبنم رو به درون میکشه. وقتی بالا میریم میتونیم نورهای دور شهر رو در پایین ببینیم. هزاران نقطه کوچک نورانی. اما اینجا ما دور از شلوغی و همهمه اونها هستیم. اینجا قلمروی سکوت و آرامشه. به سمت راست نگاه کنید. یک دیوار سنگی قدیمی پوشیده از خزه است. این دیوار مرز بین دنیای بیرون و قلمروی امن ماست. احساس کنید که هرچه بالاتر میریم تمام نگرانی ها و فشارهای روز آرام آرام پایین میمونن. اونا نمیتونن از این مه عبور کنن. تنها چیزی که در این لحظه مهمه حرکت آهسته شما و آن خانه دنجی است که منتظر ماست. حالا به بالای تپه رسیدیم. مه در اینجا کمی کمتره و میتونیم خونه کوچک و چوبی رو در چند قدمی خود ببینیم. خانه آرام بر تپه مه. این خونه کوچیکه اما با نوری گرم و زرد روشن شده. انگار که خونه نفس میکشه و با نورش به ما خوش آمد میگه. از دودکش باریک دودی نرم و سفید به بالا میره. بوی هیزم سوزان و کمی هم بوی نان تازه از آن به مشام میرسد. به پنجره کوچک و چهارگوش نگاه کنید. پرده های سفید و حریر به نرمی از داخل نور را پخش می کنند. انگار که زمان در اینجا متوقف شده است. هیچ چیز اضطراری وجود ندارد. حالا از پله های چوبی کوچک بالا می رویم و در کوچک را باز می کنیم. صدای نرم جیر جیر لوله ها تنها صدایی است که سکوت شب رو می شکند. وارد می شویم. اولین چیزی که حس می کنیم گرمای ملایم و دلپذیر داخل است. در سمت چپ یک شومینه کوچک سنگی است. آتشی کوچک و سرخ رنگ به آرامی در آن می سوزد. روی زمین فرش دستبافی به رنگ‌های گرم و آرام
پهن شده است. همه چیز تمیز، ساده و راحت است. نزدیک شومینه یک صندلی گهواره‌ای چوبی با یک پتوی پشمی نرم و خاکستری قرار دارد. صندلی خالی است و منتظر ماست. به آرامی پتوی پشمی را بردارید. سنگینی آن را روی شونه‌هایتون حس کنید و حالا خیلی آهسته در صندلی گهواره‌ای بنشینید. حالا آرامش محض است. فقط صدای هیزم‌ها و حرکت آهسته صندلی. تمام ماهیچه‌های بدنمان رها شدند. نیازی به بیدار ماندن نیست. نیازی به فکر کردن نیست. کنار صندلی روی یک میز چوبی کوچک یک فنجان قرار دارد. فنجانی که بخارش به آرامی در هوا ناپدید می شود. عطر آن بوی چای یا شاید بابونه با عسل است. بویی گرم و شیرین که ذهن را آرام می کند. فنجان را بر می داریم. گرمای آن را در کف دستانمان حس می کنیم. دستها گرم می شوند و این گرما به سمت بازوها و تمام بدنمان حرکت می کند. یک جرعه کوچک می نوشیم. این مایع گرم عطر و طعم آرامش است. احساس می کنیم که چگونه با هر جرعه‌ای که می نوشیم یک لایه دیگر از خستگی و اضطراب از وجود ما پاک می شود. شیشه پنجره‌ای که رو به مه است بخار گرفته. شما می توانید با انگشتان یک خط یا یک شکل ساده روی آن بکشید و دوباره به نور نارنجی و نرم آتش خیره شوید. شما در اینجا کاملا امن و گرم هستید. هیچ خطری پشت در نیست. هیچ توقعی از شما نیست. هیچ کاری برای فردا لازم نیست انجام دهید مگر اینکه خوب استراحت کنید. صندلی گهواره‌ای به حرکت آرام خود ادامه می دهد و هر حرکت شما را کمی بیشتر به سمت خواب عمیق هل می دهد. به سقف نگاه کنید. سقف چوبی با تیرهای قهوه‌ای تیره. سایه آتش روی سقف می رقصد. سایه هایی نرم و آرام مانند لالایی بصری. چشمان شما سنگین می شود. پلک ها به نرمی پایین می آیند. نفس بکشید. عمیق، آهسته. دم و بازدم. فقط بوی هیزم، فقط گرمای پتو، فقط حرکت صندلی گهواره‌ای. شما دارید به آرامی در این لحظه حل می شوید. در این فضای گرم و تاریک که هیچ چیز جز خواب خوب و عمیق در انتظارش نیست. چشم‌ها بسته می شوند. ما دیگر نیازی نداریم که چیزی را ببینیم. تمام حس‌های دیگر هم آرام شدند. بگذارید صندلی آخرین حرکت‌هایش را انجام دهد و بعد شما هم آرام شوید.
کاملا ثابت و سنگین روی صندلی. پتو تا زیر چانه بالا آمده و حالا شما در خواب هستید، آرام، عمیق و شیرین تا صبح. بذارید ذهنتون استراحت کنه و رؤیاهای شیرین به سراغتون بیاد. شب خوش.